برا سویت گریون ایو میان تو چی گفتنی بکن بچه السلام علیکم مردم گپ درباره شهرامک امریکا هست برا شهرامک برا اهمیت شناته چیزی بود در دل گفتیم کسی چی خیلی قبول میکند اختیاری خودش این دنیا همین خیلی اگر شهرامک ختم اگر هم نوارا تماشا کنی اهمیت نته برا و فناریک دارن کارشون میکنن با میان ایدم بود السلام علیکم مردم گپ درباره شهرامک امریکا هست برا شهرامک برا اهمیت شناته هر کس اهمیت نته برا سویت گریون ایو میان تو چی گفتنی بکن بچه ما چی گفتنیم احسن میخونیم احسن صد احسن حوزی اگر جای حمیده یا بگونه باشه کو با تمامی هم بلوگرای ما هم را رکلام میکنن دستگیری میکنن 100% کارات اجای بود ما فخر میکنیم برا پریود برا و میان و فناریک دارن اهمیت شناته شبکه با اهمیت میتیم هر کس هر گپ گفته سای لیکی اولی بر اومدن همه شهرامک اهمیته گپ چاب میکنیم های هوی میکنیم فقط هم خیلی لیش نمان همین چیزو اول هر وقت بعضا نفرها روی میکنن تو آخر تماشا میکردم لیکن ای برادر ما بر اومده گفته که ویزا تمام بلاگرها و تمام ورزشگرای تاجیکستان ده از اینه چه با خودش چیزی دارد باوری دارد که ویزا داده پروسته تگ یگان کار نمیکنی یا شاید یوشی هم کرده باشد ایشه نمیدونیم که وقتشو میتید نه که هدف های ویزا دادن بلاگرها با چی نمیدونم مقصد چی سمت با دور در نظر دارد که ویزا دادگی های برای من مثال برای من همینش کمتر اینترست نسته که کدام سمت خطی ویزا دادگی های بعضا برادرای دیگر هم اومده در شبکه ها درباره همین شهرامک این فلان بیسمدان ایسون اوسون همین خیلی من یک چیز دوست میدارم ریالنوس یعنی چی است بعضا ایمو سال با 12 ماه مینن میکنیم اودیتوریا ساختن نمیتونیم با گم شدن میرهیم یک چیزش به من کیف کردگیم راحت کردگی هستم که کوتاه‌ترین مدت خطی اودیتوری چوت که ساختگی هست که همش قریب که 90% اکتیو هستن با همه پیشروی میخوام از اون جمله به شهرامک امریکا بدو برات چند قیمتونی بدو اینها بدو گپ چپ خبر چی میگویو خیم گپ دا بین گپ چپ خبر میکنیم کیم چی میکنیم بدو همین گپ چپ خبر کرده بگرد ما چی میگم برای همتون پناهتون بخدا چیزی بود در دل گفتیم کسی چی خیلی قبول میکند اختیاری خودش این دنیا همین خیلی برای هر گپ و هر حرف غم خوردن اونقدر ارزش نداره کسی چی خیلی قبول کرد اختیاری خودش ها بله این هم یک راهی خیلی پیوخی همین اصحاب تمایف اونم بلوگرای دیگه همو نچلای که بر اومدن چی بود خیبشون عبدالرازق قطعی فلانی بوی دوره 500,000 پادپیس چکشیم نه قبول میمونم بوی سر میشوه اکثریت همرا با هم تاجیکو دستگیری کردن به خاطری که عبدالرازق ببروی بزنه خیب کرد این اودیتوریش قبل از تمام سمتش دیگه رای همین عبدالرازق ما نگاه کنین که در همینجا چی گپا و چی چیزا کردن چه خیلی تیماوش کردن از 8 میلیون پادپیس چک فقط هندوستان تماشاش میکنه استفادهش برده استن خیلی اونم احسن میگیم که 8 میلیون پادپیس که جمع کردنش هم آسان است تا حاضر ممکن است با برادرای ببرویان همینجا بگن که او ایخیل کرد همین گپ چپی همین میده چایده و گپ چپی همین بلاگرها همو را دور کرده ایمو نکنین همیرم هم خیلی نکنین اول میبروید دیگر ملت ها میبروین یا نمو دستگیریش میکنن بعد میگه که ای تاجیکای خودمون خیلی گفتن یورا ببینین چه خیلی دستگیری میکنن خیلی بچه کلان ان شاء الله میفهمه دستگیریش کنین نه دستگیری کنین اگر شهرامک ختم اگر هم نوارا تماشا کنی اهمیت نته برا و فناریک دارن کارشون میکنن با میان ایدم بود قندو تبزم علادیس
یک چیز دیگر قابل قاعده دهقانبچه که همین شبکه اجتماعی خودش خایب قبول میکنه. رنگ ما خوبی باشد ما از پس خایب نیستیم، لیکن برای این پیش رفتن و ساختن یک چیز خایب قبول میکنه. برای اوه هر یک چیز مثلا جدی شاید قبول نکنید، برای که وای هوای در ابتدا گفت که اون چیز در دلم هست من همین خیلم بانو میالو ایو چاپ گاب نیست خدا نگهبان پناه به خدا.